بله بله. یه خانمی بود هر روز میومد دنبال من، کاریم هم نداشت. یعنی از دم خونه دم پارکینگ با 200 سفید هر جا میرفتم پشت سرم بود. نه چراغ میزد، نه بوق میزد، نه میگفت من از تو بدم میاد، نه از تو خوشم میاد. هیچ کاری نداشت، فقط دنبالت فقط می‌کرد. دنبالم بود. این مورد عجیب ترین مورد استاکم بود. چند وقت این کارو کرد؟ 2-3 هفته هر روز هیچ کاری نداشت غیر از دنبال کردن من. خب بعد چی شد ول کرد؟ یه روز رفتم دندون پزشکی. خب بعد ایشون هم اومد دنبال من تو پارکینگ دندون پزشکی. پارکینگ داشت. آره. ایشون هم اومد پشت من تو پارکینگ و اینا. من واقعا ترسیده بودم از ایشون، چون کاری نداشت. یعنی اگه یه چیزی میگفت که ترسم میریخت. همین که فقط دنبالم میگه خیلی ترسناک بود. بعد یه روز رفتم دندون پزشکی و تقریبا 3 ساعت طول کشید دندون پزشکی.